وقتی میخوای بری آبگیری پسته میگن موتور رو روشن کن، یالا یالا اول تیکون یالا. از لحاظ بافت شهری فیض آباد ما خیلی شبیه به شهرهایی مثل تورنتو، میلان، مادرید، وین و اینطور شهر هست. هر کس به طریقی. واقعا تقدیر و تشکر میکنم از اونایی که با دستای خودشون ریدن تو این شهر و هیچ امکاناتی نداره. ما کماکان در راه هستیم. وای گو دوستان عزیز، قهوه خوب میخواستین دور میدان سرگردان جلیل سالارزهی 18 تومن میده قهوه‌اشو، خیلی هم کیفیتش خوبه. بله شاید از فحشایی که آقا جلیل بهم میده با این تبلیغ کم بشه. بله مغازه‌شون دقیقاً میفته دور میدان سرگردان، سوپرمارکت جلیرز سالار، قهوه، سوپرمارکت، نان محلی. داخل بگیری ازش. فیلم رو گرفتم. اون فیلم رو گیره. چرا دریدش موندی؟ میکروفون ها بسله. نشونده. سوال کرد. نه واقعا سوال بود شما. نه نه نمیخره. نمیخره. حق انتخاب داد به ما. واقعا. سنا درسته سنا درسته؟ یک قهوه بزن سنا. مثلا دوربین هم داروش معذبه. علاق کرد. نه از کله چیز معذب کله سجاد. اسکینی پوشیدم عزیزان. کنسل شدم. اسکینی نه هم باید تو یوتیوب میگفتم هم تو اینستاگرام. آخه با اسکینی کی میره سر کار؟ به خدا. آقا یونس ببخشید یونس سلام. خیلی شوخی کرد. ما خود نمردیم رو بغل منیم آقا اینه. بس ما رو بغل کنی. چی میگه؟ از آقای رضایی بهش بگین. تمام. برای یک مادگاه کل فیض آباد دو یوتیوب. پروژه قهوه بود. پروژه چه قهوه بود؟ چی چونم کیفیت کار تو نشونم نگاه کن. قهوه آقا جلیرز. برای امیرو بزن دیگه. مونه مری. قهوه نمی؟ نه. چیه؟ او بخور. او آب. جواب شما نه. عرف گپه. با خداحافظی ما شما خوشحال کنه. چشم با خداحافظی شما خوشحال کنه. این هم میدان سرگردان که توضیح دادم بهتون. زیبایی و لذت داره. این صحنه رو هر کسی واسهتون پخش نمی‌کنه. برای اون یک ویدیو دیگه بود توضیح دادی. یک ویدیو دیگه بود کلا. برار به تو ربط نداره اصلا. بله جاده کاشمر، سبزوار تهران، بریم به سمت شاموتور رضایی. بدشش بریم. بله آبیاری امروز آبیاری صنعتی از ما بگیر. از زیر زمین آب میاد پای نهال بالا و سجاد نوشابهش ویو اصلا کلا مثل اینه که دقیقاً رالی داکار رو برنده رفتن با شرکت کوکو دارن تبلیغ منن. تمام بوکا اینجا نهادهای پسته است که باید راجم بیا در واکو ما داریم زحمت میکشیم اینجا. ما اینجا داریم تلاش میکنیم. گیر
پیرمرد داری از این خراب تیکه چنه خرگوش کنی مثلا یعنی او مایا بله اینجا هم باغ میوه است بچه ببینید بوی میوه سرگوی میاد. خوشگل گل از همه رنگ ظرف دماغی میشونی با شامپو گل رنگ. چند تو بان مکی کست مکی تو. فقط نمیدونم کلیه خانم دور فقط نمیدونم فارسی صحبت کن بقیه بفهمن چی میگی. یه خونه موتور داریم این کلیداش من نمیدونم دارم یا نه. استخر زیبا که توش داره میدر از مد بارون میاد و مرغابی های عزیز. درختان زیبای انار. آی انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار باد و بارون میکروفون ها قشنگ بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. اینجا رو برقکشی کردن. الان این موتور گازوئیلی که قبلا بوده این موتور گازوئیلیه دیگه درسته؟ نه خیر برقیه برقیه؟ چی دینامیکی میگن دیدم همین موتوره قبلا تراکتور کار میکنه. تراکتور کار میکرد اینا رو آب میداد ولی خب الان برق وصل کردن و بیا با این همین موتور آقا جذاب. وایسا ما برق داریم برق با این موتورخونه که همش به صورت صنعتیه واقعا از زیر به صورت زیر سطحی درسته مهندس؟ بله آبیاری میشن و صرفه جویی میشه. بنده خدا میخواست 10 سال بهش فرصت میدادیم میخواست صنعتی کنه ولی خب یه سری‌ها ریدن دیگه. به صورت قرقابی خب آبهای این مملکت فیلتر رو ببینیم که فنال است. بچه‌ها چرا الان هم اومدیم کود بریزیم. کود مایع دیگه درسته؟ آره این توی کود مایع این توه و میره از طریق این لوله ها داخل باغ که برسه به درخت ها. چیکار میکنی الان؟ میبینم که فیلتر الان اضافه ریده بودم. این فیلتر مال اینجا عزیزم. خب اینجوری میکنی میبندیش آب از اوف چه بوی کرد پوف اسیدی بود آب از توی این از اونجا میاد داخل این خود حل میشه از اینجا میاد داخل شبکه. اینا چیه سجاد؟ اونا هم فیلتر عزیزم. فیلتر خیلی هم عالی. ببینیم واسه درخت‌ها یکم توضیح بده. اینو بزنم بره کودو بزنم بره. بفرست براش. اینو باز کرده اینو هم باز کرده اینطوری بگی این داره قلاب بله بعد قلاب میکنه. اینو باز میکنی بعد این کلیدو اینجا میزنی. فقط این چرا ریدی نشتی داره؟ میگم اون نوار تفلون هست نه نشتی داره کلا این خرابه. چرا اینجا مگه بهت نگفتن این خرابه؟ نه درست بود عزیزم جایدا نشتی پیدا کرده. درستش کن. اینا هم دوستان فرانسه نیازمندی صابون‌های خانگی مادر سجاده که در ابعاد بزرگ. اینا پنیر نیست یاد موش و گربه نیافته. اینا بهش میگن صابون شقاری. صابونیه که به ماده به اسم شقار تولید میشه و یه سری اعتقاد دارن شرکت اونی که کریستیانو تبلیغ میکنه چی بود؟ شامپو کلیر گوه خورده که کیفیت صابونای ما رو داشته باشه. این صابونا کماکان مهندس پور یوسف این چیکار کنی برو؟ شوله سیفتش کنم نادخ دیگه خود نمیکنیم بینم آچار نداشتیم از دستان تنومند داداش تو ورزشکاری استفاده کرده ورزشکارن. اینو روز 15 تا تخم مرغ خانگی نمیخورد این کالانه تنید یک لوله بودن. سجاد الان که داری زورمنی رگ افتی دادی رو پیشنی بیاد یک هنرمند افتی باید چیکار کنیم؟ سب چیز دیگه امتحان کنم بیا بگیر. او داداش باید کلا واره
نه تو داری اشتباه دار. ای دهن خوبه دیگه فکر من همینجور آمیم ده. حالا از پرش آب کمتر شد نه؟ نه کل اتصالاتش عزیزم باز شده دوباره آب بندیش. بله متاسفانه. ولش بریم بعدا. الان که داره آب میخوره ببریم یک توضیح بده واسه درختا. بده سامو شونم بیا. الان مصرف آب توی صنعتی و غرقابی چه فرقی با هم داره؟ چقدر اختلاف داره؟ مصرف آب 1/4 از 1/4 غرقابی درسته؟ بله. اینا الان نهالای چند سالن؟ امسال سال سومشونه. امسال پیوند شدن سال سومشون. 2 سال سنشون کامل شده. اینجا ببین قسمت یک پیوند شدن. خب امسال سال اینا سوم میشن درختای بزرگ 7-8 سال. 8 سال دیگه شروع میکنه به محصول دادن. سالی 1 کیلو 2 کیلو به صورت مرکب میره بالا درسته؟ بله. این درخت پسته من کشاورز پسته کار نه تو کشاورز پسته کار. شاعر میگه دورم دارا دسته با کله تاس میتره که فیتم با پولی بیشتر ریکراس. جات یکم فاز چسناله بگیر بگو بیام پسته بخری نمیدونم ما جوونیم و فلان. من با 500 تومن آنلاین شاپ نزدم. از بس گفتم دیگه سویدم. یعنی سپردم به او. نه والا ما آمریم جلو که او خودش چی بخواه. عقب منو جلو. داشتم به این فکر می‌کردم یه سری تو تهران تو اون ترافیک و جمعیت و ازدحام و شلوغی ما هم تو این بیابون خلوتی این درخت‌ها داریم زندگی می‌کنیم. چقدر زندگی یه آدم میتونه عجیب غریب باشه. این حیوانی که می‌بینید این میشه پایه اصلی درخت. الان این لوله‌هایی که زیر آبن چند سال دووم میاره از لحاظ اینکه پوسیده نشن و اینا؟ 5 سال 6 سال بعضیا 7. بعدش چجوری عوضشون میکنن؟ بعد اینا دسته میکنیم دیگه اینجا هست. خب به شبکه اصلی 1 متر اون طرف نهال 1 متر این طرف نهال. بعضیا 1.5 متر اینجا و اونجا. بعضیا 1.5 متر میذارن بعضی 1 متر میذارن. سلیقه‌ایه. از دو طرف نهال دوباره باز لاین میفته. لاینش رنگ میفته. بابایی چه بازی گوشی دیدی روشن بریم مثل سجادی میکوشی. تمام دیدین بریم. تمام. امروز هم تموم شد. صدق الله العلی العظیم.